شیکه، خیلی قشنگه با گوشوارشه. این گوشوارش هم خیلی ظریفه. این سته به این زیبایی ملاحظه بکنید. قشنگه، هم همه جا میشه پوشید. بله، $29. خیلی قشنگه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. اوکی، ما تون باید بریم، ممکنه نتونیم به تمام برسیم. بله، چون خیلی شما چیزای بسیار زیبا. بذاریم من کمکتون بکنم. من زود اینو میپوشم. این از اوناست که خانمای ایرانی خیلی دوست دارن، همیشه میگن که مثل اصلی موشه. بله، این واقعا شبیه اصله. آره، یعنی واقعا خیلی قشنگه، خیلی هم دفعه واقعا ستای سفید تموم شد زود. این شیکه، همه جا میشه پوشید. آیتم نمبرش هست. اجازه بدیم من اینو بتونم به گردنتون بندازم. کیمیا جان، ممکنه شما بتونین به یک کمکی بکنین بهشون؟ ببینم چون سخته. این سته هستش، ست 66. خیلی قشنگه این. بله، مثل اصل میمونه. شما مثلا مسافرت میخوای بری یا همون تو عروسی بپوشی، شیک بپوشی، نمیشه گفت بدله. نه، واقعا به اصل میخوره. اگه من اینو بخرم کادو نمیدم، برای خودم نگه میدارم. دیگه خانمایی که همین دونه رو داری؟ نه، ولی خب دیگه خانمایی که میخوان کادو بخرن برای خودشون بخرن. خیلی قشنگه. ایران میرن، مسافرت هر جا میرن، میدونی میتونن بپوشن برن. خیلی زیبا، خیلی قشنگه. گوشوارش هم چقدر قشنگه. بله، نرم، خوشگل، شیکه. بله، خیلی زیباست. واقعا به اصل میخوره. آره، به اصل میخوره. $29 درسته؟ بله، این ست به این زیبایی با آیتم نامبر 43 فقط $29. شیکه، واقعا شیکه. خیلی شیکه. خب این سفیده است. خب بپردازیم به بعدی. اینم هست $39. بله، اینی که در گردن من هست. این گوشواره نداره سمیرا جان؟ گوشواره داره، براتون گذاشتم. گوشواره های کوچیک داره. آیتم نامبر این چنده که در گردن من هست؟ آیتم نامبر چند؟ ندارم، گذاشتم. پس روشه 001. آیتم نامبر 001. بله، ست 001. این گردن بندی که تو گردن بنده هست، ایشون با سلیقه خودشون انتخاب کردن آوردن. من که خیلی خوشم اومده. گله، ملاحظه بکنیم ببینید، سفیده. فقط سفیده و بسیار قشنگه، بسیار زیباست. ملاحظه بکنید. این چنده قیمت سمیرا جان؟ $39. این $10 گرونتر از اوناست، به این دلیل که اصلا وزنش، دیزاینش، نیگینایی که روش گذاشته شده اصلا کاملا فرق میکنه. گردنبند ببینید تمام گردن رو کاور میکنه. اگر شما لباس لخت تنتون باشه، این واقعا گردنبند تمام سینه شما رو کاور خواهد کرد. بسیار زیباست. این گل روزه، یک گل روز بسیار بزرگ وسط، اطرافش گلای کوچولوتره با دیزاینای مختلفه. فقط $39. این گردنبند به این قشنگی. خب ما بپردازیم به تلفن‌ها. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. سلام عرض کردم خانم. سلام عزیز. برنامه شما خیلی قشنگه. واقعا جولریا هم که مال خانم سمیراست، واقعا قشنگه. فقط من هفته پیش تا اومدم نگاه کنم، شما یه گردنبند مروارید نشون داده بودیم ولی من ندیده بودم. حالا کس اون که هست که ما تو آنلاین یا چیزی اینا رو بتونیم نه میتونی آردر بدیم. اون مرواریده، ست موروارید رو شما میگی؟ بله 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 دارم، برات میفرستم. میخوای شما اصلا ندیدم که شکلیه، فقط شنیدم که مروارید نشون شنیدن ولی ندیدن. شما که پخش نشون بدم جولیاتونو، شما گفتم الان نگاه میکنم وبسایت ندارین شما روی تلویزیون؟ ندارم. میتونم من برنامه رو تو یوتیوب میذارم. یوتیوب بله. شما شماره تلفنتون رو بدین به کیمیا جون، الان میگیره. بعد برات میفرستم. خوبه؟ شما تلفنتون رو بدین، من باتون تماس میگیرم. گوشی خدمتتون باشه لطفا. گوشی کیمیا جون محبت کن. اینو درست بذار.
اینم هست 39 دلار کیمیا جون. این اصلا باور کن مثل این چیزای الیزابت تیلر رو. آره واقعا همین خیلی قشنگه دیگه. الیزابت تایلر هم آوردی به اینجا، هالیوود آوردی اینجا. هالیوود آره خیلی قشنگه، بسیار زیباست. بذارین اینو پایین ببینین، نگاه کنین چقدر قشنگه. خیلی قشنگه. یکم کیمیا جون. بله ببینین بگم با گوشوارش چقدر گوشوارش هم قشنگه. حتی انقدر این گوشواره ظرافت خاص خودشو داره. شما بینندگان عزیز میتونین حتی اینو گوشواره رو به تنهایی گوشتون بکنین. خیلی شیکه. ملاحظه بکنین ببینین چقدر دیزاین قشنگه، اصلا به اصل میخوره. اصله بله. این لباس با لباسای شبی که خانمای ایرانی اینقدر ماشاءالله با سلیقه هستن. این آیتم نمبرز هست ست 63 کیمیا جون. ست 63 29 دلار درست؟ 39 دلار. پس دو تا گردن بند 39 یکی تو گردن منه، یکی این گردن بنده. بقیه 29 بقیه 29 دلاره. بنابراین دو تا از ستای ما فقط 39 دلاره، بقیه 29 دلاره. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. خیلی زیباست، خیلی قشنگه. حتی این لباس با لباسای اسپورت با جین و اینم خیلی قشنگ میشه ها. فکر کنم من میپسندم با کت جین میدونی با کت شلوار جین چیز داره، یه اباحت خاص خودشو داره. آدم میپوشه میره بیرون میگیره آدم خیلی. خب به خاطر این جویلری ما باید کلی بریم لباس بخریم. من همین شده از این وقتی که رفتم این برنامه ها بین پول مو و ناخن و همش داریم میگه ها فقط میره پول اینا. خب آره دیگه. حالا بذاریم بپرسم تلویزیون هستی امروز بفرمایید. الو پور خانم جانم. جانم لطف کنید این دو تا ست که الان گردن خودتونه با گردن سمیرا جان، این دو تا ست برای من بذارید کنار. 001 اون مال شما چنده؟ 63 چی 63 ست 63 میشه ست 63 چشم براتون گذاشتیم کنم. مرسی عزیزم، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب اوکی پس این ست هم رفت. حالا اگر خودم بخوام چی؟ برای میتونی ارده بدی؟ بله. نه اینو نه قشنگه رنگیشونو که این جلو افتاده. آره برای همینه که شما دراری. خیلی خوب بیا. مرسی در اومد. خب این گردن بند دیگرم که الان دارن نشون میدن فوق العاده است. من دیگه همه رو نمیپوشم. نپوش. ولی اینو جلو دستت بگیر. اینم از اون گردن بندای بسیار قشنگی که من خیلی میپسندمش، چون یک مقدار بلنده. این گردن بند برای روز، بعد از ظهر، شب، کنار استخر، پارتی اگر دارین، مهمانی دارین، نمیدونم با لباس یقه بسته، با لباس یقه باز. بسیار قشنگه. این 19 دلاره. این یکی اجازه بدین اینو قشنگ بذاریم که کاملا مشخص باشه. بله این 19 دلاره. بله این چطور این 19 دلاره دیگه؟ هرچی این چیزه به این قشنگی چطور 19 دلاره دیگه؟ بله این گردنبند بسیار یه دونه سنگ گنده سفید داره. ایتم نمبر هست ست 42. ست 42 بسیار عالی، خیلی قشنگه. 19 دلار این ست گردنبندش. این البته بلندتره سمیرا جون، یکم بیار پایینتر ببینم. برای کادو هم قشنگه، برای همه چی، برای خودشون، برای کادو. روز. بسیار زنجیراش خیلی قشنگه، ملاحظه بکنیم ببینین. یه چیز بسیار قشنگیه. مبارک کسانی باشه که واقعا اوردرشو میدن و استفاده میکنن. خب دیگه چی داری گردنبند؟ اینو مال سمیرا خانومه. مال فرح. اینو وا می‌کنی؟ مال فرح خانومه. ببخشید. من یه چیز اینم خیلی دوست دارم. مثلا این ست هم نشون بدم. خب چی داری دیگه؟ ها این ست هم از اون ستایی که واقعا به اصل میخوره. نه اوکی. و خیلی قشنگه. بله اینم قشنگه. اینا همه جایی دوست دارن، ایرانی، آمریکایی، خارجی. برای گیفت بس خیلی خوبه، خیلی قشنگه. آره مخصوصا برای کسانی که آمریکایی هستن، غیر ایرانی هستن. اینم زیاد ندارم. بله اینم 29 دلاره. شیکه، خیلی شیکه. خیلی شیکه، خیلی قشنگه. در ضمن این پشتش قلف نداره، همینطور تو گردن آویز میشه. خیلی آسونه، خیلی آسون میاد بیرون، خیلی آسون. میتونین تنگ و گشادترش بکنین. درسته؟ بله. و
سایز گردنتون بکنین. حتی میتونین به صورت یقه لباس استفاده بکنن، نه بله. لباس یقه بسته بپوشن و اینو بندازن به صورت یقه بسته، بلوز بپوشن با یه دامنی لباسی شلوار. خیلی قشنگه. بله. $19 درسته؟ $29. این ست هم $29. خب اون طلایی هم میدین ستشو؟ کدوم یکی؟ اونی که اونجا. اینجا. بله. همه چی افتاد. خیلی همه ست دوست دارم. این که دیگه خیلی قشنگه. بله. این ست هم قشنگه. این ست هم نشون میدم. این ست اینجوریه چون من بعد وایستم. 4 تا از این چیزا داره، سکه ها، طلایی، گوشواره هم داره. گوشوارش چیزه زنجیره با این بله سکه های سمیرا جون شما این میکروفون رو امروز حسابی به صدا در آوردی. چیکار کنم پاشم؟ نگاه کنین چقدر، نه بشین همینطور برای شما تنظیم میکنن. بله ببینید چقدر قشنگه، خیلی قشنگه، بلنده، نیگین داره. بله. خیلی دیزاین قشنگی داره، زنجیرهای مختلف داره با دیزاینهای مختلفه، قشنگه. بله. نه $29. $29. بله. و گوشواره نداره دیگه، نه؟ چرا گوشواره هم داره. یک آیتم نامبرش چنده بگین؟ آیتم نامبر 8S46. S46. تلویزیون عصر امروز. سلام، خسته نباشین. متشکرم، مرسی عزیز، بفرمایید. اگه این خانم که داره سمیرا جان داره زیورآلات چیز میکنه، بله نشون میده، برای تورنتو چیکار باید بکنیم؟ شما اوردر بدین براتون میفرستم. براتون میفرستم. با کدوم شماره؟ شما همین شماره 451 رو که زنگ زدین گوش دستتون باشه، تلفن شما رو بگیرن. چی میخواین؟ کدوم از این آیتما رو میخواین؟ تلفن منم اونه 213268. اگه میخوای ازم سوال کنی بعدن میتونین به من زنگ بزنین. یا هم میتونین به تلفنشون زنگ بزنین اوردر بدین، هم میتونین اینجا زنگ بزنین اوردر بدین. بله با خودش وقت میتونم صحبت کنم؟ بله میتونی با خودم حرف بزنی. دیگه شماره‌مو گذاشتم. بله. اوکی الان میخواین اوردر بدین یا نه؟ میخواین فکراتون رو بکنین بعد تلفن بزنین. شما تلفن تو بدین به کیمیا جون، من بهتون زنگ میزنم. یعنی یه ساعت گوشی دستتون باشه. گوشی خواهش میکنم. گوشی کیمیا جان محبت کنین بر. خب اینم یه ست. این ستی که اون دفعه آورده بودی شبیه مثل فیروزه بود. چی بود دفعه آوردی که خیلی اوردر داشتی؟ مثل اونو فیروزه‌شو آوردم، مثل آبی بود. این درست گذاشتم؟ آره درست گذاشتی، درست شما گذاشتی. اینم هست $29. ست شمپینه مثل اشکه. اینم شما همیشه میتونی بپوشی، کادو بدی. قشنگه. اینم هست ست 61. اجازه بدین. خب ست 61 کیمیا جون. خب این باید یک مقدار دوربین روی گرد. قیمتش $29. تمام ستای ما امروز $29 به جز اون ستی که تو گردن من بود و اون ست دیگه $39 که آردی فروخته شده. ولی اگر شما علاقه‌مندین سمیرا جون میتونه باز اوردر بگیره. اینم سفیده با شمپین. بله خیلی قشنگه ولی رو زرده. بله رو زرد و نیگینای سفید و عین اصله، خیلی روش کار شده. خیلی قشنگه. بله عین اصله واقعا. اگر بندازین فکر میکنن که خب اصل دیگه. اصلا چرا آدم بخواد بدین همه پول بده اصل بندازه؟ من با اصل همیشه موافقم. شما اگه پول داری و سرمایه است، یعنی الماس و طلا همیشه سرمایه است. خب بس دیگه. برای همین دوستان عزیزم علاقه‌مندن که اصلا بخرن. اصلا بخرن حتما. بله. اصل اگه شما فقط الماس بخرین یا طلا بخریم همیشه پوله. بله. حتی جواهر. ولی خب چقدر میشه خرید؟ چقدر میشه ولی پوشید؟ یا توی خونه با هر لباسی همه نگرد نمیدارن یا میخوان برن مهمونی. بله. مثلا با $1000 یا عالمه میخرن. شما با $1000 جواهر. خب دیگه گردنبند. این گردنبندم هفته پیش نشون دادی من فکر میکنم. نه نشون ندادین. اینم این هست 3 تا 65. اینو خیلی دوست دارن همه. سمیرا جون من فکر میکنم اینو خیلی دوست داشته باشه. بله عجب رنگیه.